بابا همین میمونا هم نمیرم پاک جردی برما جمع کردم بود یعنی چکار کنم؟ اشتو بدر کنم نمیفهم بابا من لگه بفهم همه بدر کنی نو خواهم خود نمقدر عقل نو نمیکشه که بابا در روز میشه از عروسی تیر شده کنم برم دیگه بریم برای کار خوب رو در خودی ما پالید نابخش داریم نمیشنیم پیار بچه پیار بچه دیگه چای ساز بزنیم ها؟ چه کار کنم؟ بابا چی کشتیمه؟ بابا به جنگه بابا به جنگه چی به جنگه؟ کاغذ بادا سکنه به جنگ چی شما میبینه؟ نه وره نمیبینم به جنگه یستونه؟ نمیخوام عدلی به جنگ به جنگ عقل بخوری بابا نه 3 کیلو یا 4 کیلو از این میان که میگه تنبکو میگه بابا یا تنبکو بسونی چکار شو؟ بابا پدر محلا رو بچین گازی چای خورد غمی نداره اختا تو پاکه بابا نه میگم پول بدین که تنبکو بخریم خود کمی قند میگم بابا جو آمد پره رو داشت 2.5 کیلو تنبکوی سونه خود قند و چای داشتم حساب کتاب سونه کی رقمه؟ این بادا وخمیات افتاد باشه بشنم بخی برم کوکا برای کار خوب آخ مینو بخند سال وردشتون که در روز میشه از عروسی تر شده یا نه که دادم نه چکاره؟ میگم تا مادر ایت گل از این سرا بدر نکنی میفهمی؟ هیچ وقت من بیغم نمیشم سال بام 12 اینو تا سر تا مادر ایت گل از سرا بدر نشه نره برم چی بگم بابا؟ برو به ایت گل بگو بیا مادر خورده و برم مردی اونی؟ اکنو بیا برا نکش برو بدار سرای نو برو شما چراغا روشن کنه امرو درسی داره همسایه‌ها خبر کنه امرو چلیم کشی داره بابا چوب کنه که چوب خود نکنه شما چراغا روشن کنیم امرو چلیم کشی داره همسایه‌ها خبر کنه تنبکو مایه بیار ما میمون نمایه خود خور نمایه همون زغال مغال به پی هستی که اگه میبینی عدست زغال مغالو بجستم بیان بیرون بوم چای میخورم زغال مغال نمیشنن دل جمع بگیم بابا بفهمیدی؟ میری به در سرایت گل بری این گل میگی بیا مادر خورده بکنه دیگه بس دیگه کل فتنه مادر ایت گله 10 روز میشه از عروسی تیر شدن میدم اینو نورز بابا مادر میدم میگفتن نورز میشه بچه گرگ ما تیر شده نیاد داره 10 روز پره کنه که اینا بس سگان میدم به تاثر برو بخی پیاله خوب میبرم تو به پی میگذارم پیاله بخی پیاله میبرم پی میگذارم کوچه نمیبرم دل جمع باشی بگم بیا مادر یخن کنده خود ببرا بگو بیا ببر گیر دیگه نمیشه برم مادر بگم بیروشیم بری اوی تو مادری نگو گل بگو میای به در سرا ببر میدار میبره خوبه شیفری بگو که بعد نیایی بیتولشتنی جانجور خیریاتی تیار هستی جانجور خیریاتی جانجوری پیار ما گفتن که برو به ایت گل بگو بیا یه مادر خور ببره از سرامو خیریاته بچه دیرو 2.5 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو 6 کیلو تنبکو قند خریدی بدیم دشمله خریدیم چای سیاه خریدیم مناله هم لکن خلاص شده انا مادر تو اینجا ما عروسی بگرفتیم انا امشه نوشای میشه تیر شده انا از چیز گفتم که کل گناه بذاری سر مادر ایت گل یک بلوک زن یک صدر اینجا جمع کرده پیرزالار ما نازم بیا ببینیم مادر خبر داریم بیا بله نه بار خور زیادی نیه با خونه شما دیشه بستاره این تا پایله بیلی میزنی دیشه نو شوه خب باشه به کل 20 شو باشه خب پیار ما گفتم سر میمون کنیم تا پا میای بزنه
همه مردم مثل خود گوشنه فکر نکنه. گفتم برای جلوشو بریم. خاطر هر دم تنباکو میخریم. گپ پیله از این کشور میگم از اون کشور میگم غیبت از این میکنن غیبت از اون میکنن. مدام یکه با خود شما. ولی داگی تری چه کاره؟ مگه سگی بکن. مار بد کنه طور کامه. بریم. کجا برو؟ بریم در سراشون. به چی کار؟ مادر خوب بیار. چرا میخندی دیگه؟ بابا لحظه تو البته بیوزنی. خدا سلام اینجوریه. برو تو من میام در سر شما. خود در سر عمر که بدیدی ندیدی دیگه در سر ما چی میگی؟ هیچ. خب برو جلوشو بریم. خب بفهم یعنی میگم تو هم میتونی بری. خب تو نمیری. خب میرم. خب برو مادر خوب بیا کیسی من مادر تو. خب نه مادر تو اگه کیسه من تلویزیون. حالا به سراغ نمیری تو. میرم یعنی میگم تو میگی برای دیونه. تو دیونی به خیال. سلام سلامتی که چشما بودیشان چرا هستن؟ کی آمدن کوکو؟ من امروز آمدم. به خونه گل میای سر از ما نمیزنه ما او دفعه هم بیامدیم متخفف چوپی برفتیم دیگه شما خیلی شما اگر نون میترسین که برارزادی شما به خونه شما میای او دگه مسئله دیگه پانی از ما شما خب مقصد به خونه ما هم بیایم جا خود شما حاجت گفتن نداره چشم می‌کردیم دیگه چی میگی؟ شما بیاین که با ما هم یاد گیریم بیایم به خونه چشم دیگه چی میگی؟ منتظر شما هستم کی میای فقط یک چیز خانشه یه بسیم خوبه چشم با من اینجا هم میایم و دیدن شما زن کوکا میشتنم شکر الحمدلله بسیار خوشحالم زنده باشین ولی کجا میری؟ میرم سلام خوبه سه بیاین که بریم بخونیم زنده باشه ولی میرم بیاین پیاله چای بریم بخوریم ما مزاحم میشم مزاحم این کن که تاج سر کنیم شما خیر باشین زنده باشین خدا حافظ شما خیر باشین والله میاد مادر رو بیه که من خونه و زندگی دارم یا ندارم السلام علیکم ولایت خوبی بخیر سلامتی شکر زنده باشی سلامت باشی بفرمایید مادر من صدا کو بگو بیاین که بریم دیگه بس دیگه آن در و تی شده البته نیت شما هست که خدا باشه لالا نموه باشه بس کن چند شیدگی هم تو حالی که هنوز چیزی نشدن دهشه بیستدن دهشه و کنوی که پر میکنه دهشه میشه خزری سیتیر شده میفهم ایتا باور که هر روز که مادر می بیامده به می خونه شما سرنوشت خونه ما هیچ چی شده راست میگی آخه خاطر 3-4 شیر 5 شیر و مزاروسی جلوی در بیدن دیگه ولی که در روز مزاروسی تیر شده خیلی باشن چند شیر برو بگو صدا که بگو رمضان بیامده مگه بیاین که بریم مادر مال به یک مادر که منجگاه سنکا باشه یاد خونه رو نمیاره خوبه باشه میگم برو صدا کن میبینم مثل خونه خودی نجی فرق داره جا خود مانم غفی نیه زنده باشی سلامت باشی خوب کاری کردیم آمدی سلامت باشی یاری سنکا هم که جمع نمیشم غیر غیبت ازی بگو دیگه هیچ وظیفی نداره یاره که نه شما هم غم خور میخوری و مزه برق نباشه با چراغا ری میکنیم یاره خدا حافظ خیر بینیم خوش آمدیم سلام هم به پیر خوب به چی شو خدا حافظ شما بریم نانه شما دیگه با فکر خونه زندگی نیست دیگه دیگه شمالی جان چطور شهر کلانه برو بابا مکتت نیستم تو کو اشار که مهدستم جان برو بابا نگاه چه کار کنی گیله؟ اینجا خر بسته کردم به علفو ای خر بلکتا میزنه که بچره خود نمیبینی چه کار میکنه هی فهمید چای هی فهمید ترمز چای تو
بفهمید یا نه؟ کچری هی پری چهار که میخوری تو کچری ای تو خوب گیلا بابا سهم افغانستان بگردی مثل تو آدم بیاقلتر پیدا نمیشه اگر پیدا بکردی هرچی مستی بگو هسته کی نکسته؟ بگو نشینیر بدم از تو همه گپ گیلا گپ نزی گپ دار نشینیر بدم جلاب سیاه با پایینه لخت سیاه با بارینه آسکت سیاه با بارینه پس منظور تو منم نگه موهای سیاهه عقل کمالی هم سیاهه کلی خروس هم با رو دلینه یعنی ما مثل تو بیاقلی ها با خدا گیلک نه ما کنه بگفت مگمی جوری تو مثل تو بیاقل بمی افغانستان پیدا شد بگو اول گفت چره ها تو چی دیگه بیاقلی گفته بده بیتگل به کی؟ بیتگل بیتگل؟ ها چی گفتم؟ چی گفتی؟ گفتی بیا مداخ مفخور بود رستوران با کیشگاه نور نخواه عرصی بده درز بشه اینجا خور بنداخته چیا؟ باله بوم بابا شیشته بدن خودی کشید من صدا کردن گفتن گیله گفتم بابا پول بدین تنباکو و قند و فلان خرتپت بخرم گفتن برو اول این مادر ایدگل مای فساد بیرو خرسرا این مفخوره که این بره 10 شور میشه 9 شور میشه از عرصی تیر شده اینا نیت از اینا هستن بستکن که خدا به من نواسه بده بچه بده به بچه بده گیله هم پیانم بگفته باشن نباید تو به گیزه ایدگل میگفتی دمی که تو باید گپ بیره بعد به زمین طرف تو خود ببین تو مقبول هم گفته گیله خب بیاده گفته که مدر خب بیا مدر مفکو خورد خونی او برد او بابا کده بابا بعد بابا بگفته باشه دستوریه تو چی بری باید گل بگی؟ بابا دستور داده ما این بزرگتره بخم تو میکنی بابا این از ما بزرگتره کتتره بابا با قبول به زمین تر و تامه به خاطر تو گیله خب کجای بابا کجای؟ پشت بوم پلوتون کرد نگی بابا این بابا بیامد و خود کله گنده خود ایبولار خورده بده بابا عقل کمال یاد میده خبر نداره که 10 تا مثل تو عقل کمال به من یاد میده